اسم کارل مارکس رو که میشنویم کلی چیز به ذهنمون میاد. شاید هیچ فیلسوفی به اندازه اون تاریخ رو تکون نداده باشه. اما واقعاً ایده های اصلیش چی بود؟ امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم. اونم از یه زاویه دید خیلی خاص. از طریق خلاصه‌ای که ولادیمیر لنین از کار مارکس نوشته. پس بیایید شروع کنیم. سوال اصلی ما اینه: چطور یه فیلسوف که بیشتر عمرش رو در تبعید گذروند تونست ایده‌هایی رو پرورش بده که سرنوشت کشورها رو عوض کرد و چهره قرن 20 رو برای همیشه تغییر داد؟ برای پیدا کردن جواب باید برگردیم به خود داستان. اینم از نقشه راه امروزمون. اول خود مارکس رو میشناسیم و میبینیم چطور از یه فیلسوف به یه انقلابی تبدیل شد. بعدش میریم سراغ 3 از ایده‌های بزرگش. اول اینکه تاریخ چیزی نیست جز مبارزه طبقاتی، دوم اینکه راز سود تو سیستم سرمایه‌داری چیه و در آخر آینده‌ای که اون برای این سیستم پیش بینی می‌کرد. خب، بریم سراغ بخش اول، مردی که تاریخ را نوشت. یادتون باشه، ما داریم از دریچه نگاه ولادیمیر لنین به زندگی و آثار مارکس نگاه می‌کنیم. پس در واقع ما داریم از چشم یه انقلابی دیگه، یعنی لنین، به مارکس نگاه می‌کنیم. این خیلی مهمه، چون به ما نشون میده که ایده های مارکس چطور برای کسایی که واقعاً میخواستن دنیا رو تغییر بدن، تفسیر و خلاصه میشد. خب، برای اینکه ایده های یه نفر رو بفهمیم، اول باید خود اون آدم و دنیایی که توش زندگی میکرده رو بشناسیم. پس بیایید یه نگاه سریع به زندگی مارکس بندازیم. به این سرعت اتفاقات نگاه کنید. تو کمتر از 10 سال مارکس از یه دانشجوی فلسفه تبدیل شد به یه روزنامه‌نگار تندرو و بعدم یه انقلابی تحت تعقیب. این فقط یه سری تاریخ و اتفاق نیست. این داستان رادیکال شدن سریع یه متفکره که تمام نظریه‌های بعدیش رو شکل داد. و نکته جالب و شاید تلخ ماجرا اینجاست. مردی که داشت بزرگترین نقد رو به نظام سرمایه‌داری می‌نوشت، خودش تو لندن تو فقر مطلق زندگی می‌کرد. اون و خانواده‌اش برای زنده موندن کاملاً به کمک‌های مالی دوستش انگلز وابسته بودن. این تجربه دست اول از سختی بدون شک تحلیل‌های اقتصادیش رو خیلی دقیق‌تر و تیزتر کرد. بسیار خوب. با این پیش زمینه از زندگی مارکس میرسیم به اولین ستون فکری بزرگش. اون فقط نمیخواست اقتصاد رو تحلیل کنه، هدفش خیلی بزرگتر بود، بازنویسی کل تاریخ بشر. این یک جمله از مانیفست کمونیست کلید فهم نگاه مارکس به تاریخه. اون میگفت تاریخ داستان پادشاه‌ها، ژنرال‌ها نیست. داستان واقعی یه درگیری همیشگیه، مبارزه بین طبقات مختلف جامعه. این ایده که بهش میگن درک مادی تاریخ واقعاً انقلابی بود. مارکس داشت میگفت همه چیز برعکسه. یعنی اینطور نیست که افکار و فرهنگ ما جامعه رو میسازه. نه، اون میگفت شرایط اقتصادی و روش تولیدمون، یعنی همون زیربنا، هست که همه چیز رو تعیین میکنه. دولت، قوانین و حتی فرهنگ و ایده های ما، یعنی روبنا رو شکل میده. و به نظر مارکس تو دوران مدرن این مبارزه بین 2 گروه اصلیه. از یک طرف بورژوازی، یعنی صاحبان کارخانه‌ها و سرمایه، و از طرف دیگه پرولتاریا، یعنی کارگرهایی که جز نیروی کارشون چیزی برای فروش ندارن. اون معتقد بود منافع این 2 گروه هیچ وقت با هم جمع نمیشه. سود یکی همیشه به قیمت زیان دیگریه. خب، این مبارزه طبقاتی دقیقاً از کجا میاد؟ برای جواب دادن به این سوال مارکس سالها وقت گذاشت تا موتور محرک سرمایه‌داری رو کالبد شکافی کنه و به قول خودش راز سود رو کشف کنه. نقطه شروع تحلیلش نظریه ارزش کاره. به زبون ساده یعنی ارزش یک کالا، مثلا یه میز، با میانگین زمان کاری که برای ساختنش لازمه تعیین میشه. هر چی کار بیشتری ببره قاعدتاً ارزشش هم بیشتره. و اینجا میرسیم به کشف بزرگ مارکس، یعنی مفهوم ارزش اضافی. اون میگفت راز سود سرمایه‌دار تو کار پرداخت نشده کارگره. چطوری؟ فرض کنید کارگر تو چند ساعت اول روز ارزشی معادل دستمزد خودش رو تولید میکنه. این میشه کار لازم، اما بقیه روز رو چی؟ اون داره به کارش ادامه میده ولی پولی بابتش نمیگیره. این کار اضافی پرداخت نشده دقیقاً همون چیزیه که تبدیل به سود سرمایه‌دار میشه.
خب این تحلیل پیچیده تاریخ و اقتصاد تهش به کجا میرسه؟ مارکس معتقد بود که نظام سرمایه‌داری بذر نابودی خودش رو توی دلش داره. بیاید ببینیم اون چه آینده‌ای رو برای این سیستم پیش بینی می‌کرد. طبق این نظریه مسیر تاریخی سرمایه‌داری اینه: کم کم سرمایه تو دست آدم‌های کمتری جمع میشه، فقر و استثمار بیشتر میشه و در عین حال طبقه کارگر هم بزرگتر و سازمان یافته‌تر میشه. به عقیده مارکس این سیستم در نهایت به جایی میرسه که دیگه نمیتونه به رشدش ادامه بده و اونجاست که به قول خودش مصادره کنندگان خودشون مصادره میشن.